إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. آیه 27 سوره رعد. آیات قبلی الله متعال بیان دو طایفه را کرده بود. یکی طایفه که پابند تعهدات خود به امرای الله، به امرای مخلوق الله، به امرای نفس خود. دوم طایفه که تعهدات در نظر نمیگیره. ثمره یا نتیجه هر دو طایفه خود به خود واضح و آشکارا بود، جدا بود. عامل نقض اینمی تعهدات همیشه محبت دنیا می باشه که زندگی دنیا را کسی بسیار مقصد اصلی خود جور میکنه، فکر میکنه که من دایم در اینجا هستم. اما کسانی که عقیده آخرت داره و دنیا را یک زمان موقت و یا زندگی فانی تلقی میکنه، هیچگاه دل دایی بسته نمیکنه و فریب به هم نمیخوره. اینی طور مردمایی که یقینا آخرت یادشان است، حتما طرز العملشان یا تربیت در عملشان پیدا میشه، خود به خود اعمال خود شایسته میسازه. در این آیت الله متعال اعتراض یا انتقاد که بالای نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم دارن او را ذکر میکنه و دفع شبهه میکنه. یکی از جمله انتقادات از یا ای بود که میگفتن چرا آن معجزه که ما طلب داریم امو معجزه را پیغمبر بر ما نمیاره. ادعی شکی نیست که وظیفه انبیاء علیهم السلام واضح و معلوم است. وظیفه انبیاء علیهم السلام تعلیم است، تبلیغ است، تربیت مخلوق الله متعال در سایه قانون الله متعال است. وظیفه پیغمبرایی نیست که به هر کس امور خارق العاده را جاری کرده بروه، نشان داده بروه. چرا باز خو این وظیفه سبب منع عظیم میشه که کدام هدف الله برای انبیاء علیهم السلام تعیین کرده برای آن کردنشان او هدف از دست می روه. چرا که انبیاء علیهم السلام در حقیقت تربیت افراد خود میکنه، وارا تزکیه میکنه، وارا در سرحد میرسانه که یقینا نظام الله را در زندگی خود تطبیق کرده باشه. اگر یا بشینه به هر کس امور خارق العاده را نشان داده بره، کل عمر دیر میشه. ولی شکی نیست که الله برای تایید نبوتش به خاطری که مردم از آوردن مثلش عاجز باشه، ثابت شود که اینمی پیغمبر است و برتری بالای افراد دیگری داره، بله معجزه را ظاهر میکنه. اما این ظهور معجزه در اختیار خود پیغمبر نه، بلکه در اختیار الله متعال است. در این اعتراض و سوالای مشرکین الله متعال تسلی به پیغمبر هم میده و جواب امی مشرکین هم میده که بله معجزه ضرورت نیست. کسی که در دنبال حق طلبی باشه، راستی هم جستجوی حق داره، دیگه ضرورت نیست که امر خارق العاده جداگانه یا علیحده طلب بکنه. چرا؟ به خاطر که معجزه در اینجا موجود است که تا روز قیامت همینطور قایم است. حقانیت ازی در سرحدی است که بالکل انسان قناعت میده. و شرط است که کسی در جستجوی حق باشه. اما او مردم طلب معجزه را برای ازی میکردن که نعوذ بالله سر پیغمبر استهزاء بکنه و به این خاطر میکرد که پیغمبر مصروف به اموری که مهم نیست در او بسازه و این طلب معجزه را به این خاطر میکردن که در قلبشان کجی وجود داشت، تعصب وجود داشت. از اینجا برای ما واضح میشه که اصل علت در کجا بوده. اصل علت است که پرده های جهل و تعصب در دم روی عقل از یا فکر از یا آویزان شده، حقیقت ها را نمی بینه. وگرنه قرآن اونطور معجزه جاودانی و آشکاراست که هیچ کس از او انکار نمیتونه. و می گفتن امی کوها دور شوه، مکه یک سرزمین خیلی دشت و بیابان شوه، در زراعت و کشت شوه، یا کوها را طلا بر ما بگردان، یا باغای میوه ها فراوان باشه. هر کس مطابق میل خود یک چیزی را در ذهن خود گرفته بود. الله متعال جواب یزی را میده. اما در دادن این جواب درس عظیم به ماست. یک تعداد مردم است که ما و شما را از اصلی هدف ما میخوان که باز دارن
و نه بر ما موقع داده نشود که اصل مقصد خود پیش برده بتانیم. اگر شما فکرتان باشه هر کس و ناکس در هر جای میگه که من در مناظره میشینم، اینی مسئله را قطعش مناظره میکنم و این قدر زیاد میباشه که پرسان نکو. بعضی دوستای و رفیقای ما از اینکه حرص زیاد داره و مموجه میگه که من بالکل تسلیم میشم اگر اینی کار شد. دروغ میگه، اما تسلیم نمیشه، مناظره میشه و گپام ثابت شوه، اما وا تسلیم نمیشه. منظوری از وا است که کدام امر مهم یا کار مهمی که پیش رو داری اونو کار میگیره، خلل دیش واقع میکنه. اکثر زمانی که ترجمه قرآن شروع باشه بازیا پیشنهاد مناظره را میکنه. منظورش است که یارا مصروف بسازیم. قرآن کریم اینمی جوابا را میده. ما همیشه چون پیش مثال تیر کردیم حیثیت تعلیم و تربیه و دعوت دینی حیثیت آب داره، بسیار با آرامی و نرمی در یک جای قرار باقی میمانه، باز مردم از پیشش استفاده میکنه. پشت زیاد زد و خورد نمیگرده. چرا سیل جور میشه، خس و خاشاک سرش بالا میشه، سیل کی جور کردی هیاهوی مردم خیستاندی، مردم در مقابلت میخیزه دیگه، خاشاک سری تو غالب میشه، باز بالا میباشه. نه نرم کار کرده برو قرار تدریس شروع کو، یا حقیقتی مردم در مسجد نکو، فقط اولاد مردم جمع کو، درس بر شروع کو. روزی فرا برسه تو هیچ قرار در خانیت باش، انشالله امونجا مردم پیدا میشه که مشت و چپیلاق شروع است. میگه ای گپا، فقط قرآن ای گپا را بر ما میگه. پیغمبر علیه السلام وقتش ضایع نمیشه. از او خاطر میفرما و یقول الذین کفروا، میگویند کسانی که انکار میکنه از توحید الله متعال، از دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چی میگن؟ لولا انزل علیه، چرا فرو نمیه بالای پیغمبر علیه السلام آیتون معجزه فرمایشی که ما طلب داریم، چیزی را که ما مطالبه میکنیم چرا نمیاره؟ لولا انزل، کافرم که کافر است میفهمه که آیت های قرآن از جانب بالا میاد، چرا که الله را میفهمه که در سر عرش است، از او خاطر تعبیر به نزول میکنه. اما اهل سنت و الجماعت که دعواها داره و میگه نه الله سر عرش نیست، کسی که سر عرش قائل شه میگه کافر میشه. قل بگوی پیامبر خب من ربی، از جانب پروردگارش چرا نمیاد کدام چیزی که ما خواهش داریم؟ قل بگوی پیامبر علیه السلام ان الله یضل من یشاء، گپ در سر معجزه نیست که فلان معجزه باشه فلان نباشه، یکی باشه ده باشه. یک معجزه کفایت میکنه برای حق شناسی، برای حق طلبی. مهم است که آیا شما صلاحیت و قابلیت هدایت داره یا نداره. این کار در اختیار الله است. اگر الله بخواه گمراه میکنه کسی را، اگر 1000 معجزه برش بیاری. اگر الله بخواه هدایت میکنه، ضرورت به معجزات هم نیست، به محض شنیدن گپ حق بالکل قلبش مایل میشه. اما الله ظالم نیست که یک مردم جبران نعوذ بالله گمراه بسازه و یک تعداد مردم جبران هدایت کنه. هدایت نصیب کسی میشه که انابت پیدا میکنه، رجوع میکنه، تعصب، پرده های تعصب از بین میبره، ضدیت از بین میبره، لجاجت از بین میبره. خود حس میکنه که تو باش مدد دنبال حق طلبی باشم. انابت صفت خیلی مهم است برای حق شناسی. تشریح میکنم. ان الله یقینا، بگو پیغمبر علیه السلام، قل ان الله یقینا الله متعال یضل، گمراه میسازه من یشاء، کسی را که الله بخواه. الله هر کس گمراه نمیسازه، اما کسایی که یقینا انابت نداره، پرده های جهل، تعصب، نعوذ بالله، ضدبازی، دشمنی، ایرا در دمیری خود گرفته و بازم اقتراحات و طلبا میکنه از معجزه. هم مرد که تو یک دفعه موانع را دور کو، باز بعد از تو چیزی را بخوا. قرآن معجزه بزرگ الله متعال موجود است که تا روز قیامت است. چرا دایی تفکر نمیکنی؟ آیا قرآن براتان کافی نیست و شما مقصدتان و هدفتان دیگه چیز است؟ و یهدی الیه، هدایت میکنه الله به سوی خود، یعنی به سوی شناسایی دینش و نظامش. من کسی را انابه، که او انابت اختیار میکنه. ما براتان گفته بودم مراحل حقجویی 4 مرحله داره. اول مرحله انابت است. انابت ای را میگه که انسان خود در مقام تعصب قرار نده، ضدبازی قرار نده. تا وقتی که در مقام ضدبازی و تعصب بودی، اگر تو میگی که من در جستجوی حق هستم، قطعا حق پیدا کرده نمیتونی. از همون خاطر توصیه ما به یک تعداد از علما، یک تعداد از دوستا که وا میگه ما دنبال حق میگردم، زمان دنبال حق گشته میتونی که پرداری یک مذهب و یک مسلک نکنی، از یک شخص نکنی. عالم یک شخص پیشید اعتبار نداشته باشه، دلیل پیشید اعتبار داشته باشه، سند پیشید اعتبار داشته باشه، اون وقت باز حق قطعا پیدا میکنی.
بالکل برات برملا میشه. ما نمیگیم که همیشه گپ ما پذیرفته شوه، ما میگیم نه، پشت حق بگرده، دلیل قوی بگرده، اونجا باز برات واضح میشه که حق کدام است. اگر اینمی گپ موجود باشه حق نصیب انسان میشه، اگر انابت موجود نباشه باز حق نصیب انسان نمیشه. الذین، انابت حالی کی میکنه؟ کدام مردم است؟ قابل انابت کدام مردم است؟ را میفهمی؟ این جمله اگرچه این آیت قرآن کریم کوتاه آیت است اما بسیار مقصد خیلی عظیمه در بر داره و معنا و مفهوم ذکر هم ما شما باز بدانیم که همین ذکری که مشهور شده مردم لاف میزنه که برابر ذکر هیچی ثواب نداره و ذکر همو عبادتی است که از جهاد کردن بهتر است. در حدیث هم گفته شده. قرآن کریم در هر جای ما را مامور به ذکر می سازه. آیا کدام ذکر است؟ ایران براتون تشریح میکنم. الله میگه که من اناب کسی است؟ الله منو کسانی که ایمان آوردن، عقیده پاک پیدا کردن، صفا را پیدا کردن و تطمئن قلوبهم بذکر الله، یا آرام میگیره قلبهایشان به ذکر الله. کسی که به ذکر الله قلبشان آرام میگیره امی مردم منیبین است. دو تشریح براتون میکنم. اول تشریح، زمانی که کتاب الله را شنیدی و قلبت مطمئن نشد بفهمی که دیگه هیچ راه دیگری نداره که قلبت اطمینان پیدا بکنه. فتوای کتاب الله را وقتی شنیدی بعد قلبت مطمئن شد. بعد از اون مضطرب نباشی، پریشان نباشی که چرا وقتی قرآن برات گفت که ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالی مضطرب نباشی که نه فلانی قبرم خیر است اگر یک کمی تعظیم کردم پروا نداره، یا فلانی پیر صاحبم اگر دستش رکوع و سجده کردم پروا نداره. قطعا نه. وقتی که فتوای قرآن شنیدی بس دیگه قلبت باید آرام بگیره که این فتوای قرآن است و این فتوای الله متعال است، فتوای خالق ما است. خلاص دعوت قرآن آخری و منتهای چی هسته؟ امو اجتهاد و کوشش و محنت یک انسان است. اگر تو میخوای که آخری مرحله اطمینان برام پیدا شوه، غیر از کتاب الله دیگه آخری مرحله نیست. خلاص وقتی که قرآن خواندی بعد تو بالکل مطمئن شوی که قرآن اینی گپا گفته ما باید سرش عمل بکنم. هر سخنی که خلاف کتاب الله باشه، ولو که از دهن پدرم باشه، بابایم باشه، پیر صاحب باشه، عالم صاحب باشه، هر کس باشه، ولو که بیخی امام جامعه بزرگ باشه، خود که گپش خلاف کتاب الله بود قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر که اطمینان انسان توسط کلام الله پیدا میشه. اینی ذکر الله هست. دوم تشریح، مردمای منیب کیست؟ الذین آمنوا، کسایی که ایمان آورده، و تطمئن قلوبهم، آرام گرفته، سکون و آرامش پیدا شده در دلهایشان، به ذکر الله، به یاد الله متعال. نه به ذکر الله قلبش آرام گرفته و این تو رام هست. این قانونی کلیست که الله به ذکر الله تطمئن القلوب. خبردار به ذکر الله متعال دلا آرام میگیره. قبل از اینکه ما و شما مفهوم ذکر بدانیم، اول آرامش قلب چی فایده داره، چی معنا و مفهوم داره. اگر ما بگویم که اصلی مقصد زندگی اطمینان و آرامش قلب است، شما این قطعا باور نمیکنی. خانه نداشته باش، موتر نداشته باش، وسایل زندگیت مادیت مکمل پورم نباشه، اما قلبت خوشوقت باشه، آرام باشه. کسایی که خدمتای دین کرده و بسیار دچار مشکلات ها شده از نگاه مادی، زندگی قطعا زندگی ناگوار تلخ داره، اما قلبشان خوشوقت با ایسته که نمی لحظه عمرم در خدمت دین الله تیر میشه. از همون خاطر در مقابل هر قدر سختی را، هر قدر سختی و تلخی را دمی یک شیرینی کلش چی میکنه؟ محو میکنه. و شیرینی کدام است؟ که فقط خودم میبینه که من در لحظه قرار دارم که خدمت دین الله را میکنم، الله از پیشم راضی میشه. از همون خاطر است که بزرگای دین زندگی خدا فقط در تلاش تحصیل اینمی نقطه کرده که ما توسط کدام اسباب میتونیم رضای الله را به دست بیاریم، ولو که هر قدر تکلیف سری آدم باشه. عالی اینمی مردم اطمینان داره و اصلی مقصد زندگی ما میسته. اطمینان کی میآید؟ زمانی که انسان استراب و پریشانی را بفهمه، بعد از باز اطمینان قلب خیلی بر انسان تاثیر داره و میشناسه. ما میگیم که ذکر الله اطمینان قلب میاره. چرا؟ اول استرابات و پریشانی ها را باید در نظر بگیریم. پریشانی یک انسانی که در دنیا آمده و اینطور فکر میکنه که من کدام طرف روان هستم، هدفش معلوم نیست، این آدم پریشان است.
چرا محنت و زحمت و خواری خدا میبینه و او طرف هدف والا نداره، هدف ارزنده نداره که امی محنت و خواری ها را ارزش داشته باشه. از همون خاطر چی است؟ قلبش بسیار پریشان است. پس کسی که به ذکر الله را میشناسه، او میگه که بله هدف بزرگ دارم، هدف بزرگم امی محنتم، امی زحمتم، امی خواریمه یک هدف داره. او چیست؟ حصول رضای الله متعال. از او خاطری به یک عمل سخت و ناگوار خسته نمیشه، به خاطری که اینجا قلبش آرام میگیره که الله متعال رضایش توسط این عملم حاصل میشه. اگر مالم میره، اگر جانم میره، اگر تکلیف سرم میرسه، اگر هم مگپا، پس معلوم شد که همی استراب و پریشانی هیچ راه پر کردن دیگر نداره بجز از اینکه اتکا به کی میکنی؟ الله متعال. صفت الله را شناختی که حصول رضای الله توسط اینمی تکلیفای ما میشه. یک آدم دیگه میگه وی مرگ پشتی سرم آمده رایسته، حالی هر قدر خواری کردم، زحمت کردم، الا بیلدینگ جور کردم، اما مرگ در پشتی سرم آمده رایسته. مرگ اینطور فکر میکنه که دیگه از زندگی اصلی تو را میکشانه، فانی میسازه. این آدم راستی مضطرب است. حتی امی کار که انجام میده چیست متردد است که آران بکنم نکنم، خصوصا که مرض سرطانم تشخیص شده باشه، خصوصا که یک مرضی که خود میفهمه که لا علاج است، خلاص دستش بالکل از همه امیدها چی شده؟ کشیده شده. از او خاطر مضطرب است. اما مسلمان چون اتکا به الله داره، مرگ چیزی فناشونده تلقی نمیکنه. مرگ میگه یک پل است برای رسیدن به سوی یک زندگی جاودانی. این مرگ یک دروازه است که از این سرای به سرای دیگه. این سرای فانی است، سرای غم و کدورت است، سرای رنج و محنت است، سرای زحمت کشی و ناخوشی است. در جای میرم که اونجا نه غم، نه محنت، نه زحمت، نه دو، نه دشنام، نه رنج، نه تکلیف، همه چیزش مهیاست دیگه. راست بگوی که قلب اطمینان چطور اطمینان پیدا میکنه و نمیکنه؟ از مرگ هم هراس نداره، مضطرب نیست قطعا، همینطور دلش پر است، همینطور میره. استراب گاهی اوقات دایی پیدا میشه که والا روزگار برابر نیسته. اینی ما سعی میخوایم که خانه پیدا کنم، خانه موجود نیسته. میخوایم که در فلان مقصد درجه برسم، این برام آماده نمیشه. اما کسی که متکی به الله هست، کسی که الله را شناخته، میگه نه، برابر شدن این اسباب کاری من نیست، این کاری الله متعال است. الله رحمان ذات است. اگر بخواه الله برام میده، اگر نمیدم بنابر حکمت نمیده، من سرش راضی استم. هیچ جگاه استراب برش پیدا نمیشه. یعنی عوامل استراب در یک زندگی انسان خیلی زیاد است. اینقدر عوامل هست در زندگی انسان که سبب پریشانی و استراب ذهن انسان میشه که هیچ پرسان نکن. اما کلش جبیره توسط کی میشه؟ عقیده به صفات کی؟ الله متعال. زمان گناه مثلا الله دور داشته باشه، در گناه واقع میشی، سخت مضطرب و پریشان میشی، چی بد کردم، این گناه از پیشم شده، آلی آرام نمیگیره جانی تو. اما اونجا الله تواب الرحیم میشه. ان الله یقبل التوبه عن عباده. الله از بندگان خود توبه را قبول میکنه. اما استراب و پریشانی چی میشه؟ مکمل از بین میره. اتکا پیدا میکنی، اعتماد پیدا میکنی که الله تواب الرحیم است، حتما مرا بخشش میکنه. خلاصه سخن است انسان هر قدر عوامل و اسباب استراب و پریشانی است، این کلش جبیره توسط کی میشه؟ ذکر الله. الله در یاد کردن. مراد از ذکر الله این نیست که سبحان الله تسبیح دور داده بری، این نیست. مراد از ذکر الله ایره میگه که الله در یادت بیایه، در هر معامله، در هر سختی، در هر رنجی که تو رو بر رو شوی، دستی الله در یادت بیایه و امی قناعت برات بده که بله اینی رنج، اینی رقم زائل میشه، این باقی نمیمانه. اینی را ذکر الله میگه. از او خاطر دو قسم پیش هم گفته بودم، ذکر لسانی است، ذکر قلبی است. یکی ذکر لسانی می سبحان الله است، لیکن محض سبحان الله کفایت نمیکنه تا وقتی که در قلبت مقصد و معنای ازیره در قلبت بیاری. که مراد وقتی ما میگم که یا چیستا یا حی یا قیوم، یا میگم چیستا لا اله الا هو الحی القیوم، از صفت الله مفهوم میگیرم که الله ذات زنده است، نمیمیره، او قیوم است، تدبیر کل امور الله متعال میکنه. چقدر خوب. یک انسان محنت و زحمت میکنه، میگه والا هیچ کس نمیبینه وی که برای ما خو یک قدر قائل شوه، یک گرج برای ما بگذاره.
کسی که به الله عقیده داره او میگه نه، ادناترین عمل ما زیر مراقبت الله است و الله برش ارج قائل است، عوض و پاداش از زیر حتما بر ما داده نیست. خلاصه سخن است که کل استرابات و کل پریشانی ها توسط چی؟ بگه توسط ذکر الله جبیره میشه، اطمینان قلب انسان پیدا میشه. مسئله اطمینان یا آرامش قلب گپی تنها مسلمان نیست، کافران پشتی تلاش اینمی گپ است که قلب مطمئن شوه، آرام بگیره، زندگی کمی چی باشه؟ با آرامش باشه. اما اسبابش نیست امرویشان. از همون خاطر کل عمر خودکشی ها در دنیای غرب و در عالمی که عقیده اسلام نداره خیلی زیاد است به نسبت چی؟ عالم اسلام. با وصفی که تکالیف و رنجا و مشقتات در عالم اسلام زیاد است به نسبت کی؟ عالم کفر. اما چون اونجا جای نداره که توسط از او قلب خود تسلی بده، از او خاطر دست به خودکشی میزنه. کسی که در چی عالم اسلام دست به خودکشی میزنه حتما فاقد علم شرعی است، فاقد معلومات کافی در مورد الله متعال است. الله متعال نمیشناسه، از او خاطر دست به خودکشی میزنه. وگرنه اگر کسی که الله را میشناسه، صفات الله را علم داره، گاهی هم دست به خودکشی نمیزنه.